برادران ما در غزه فلسطین جهاد را بر علیه اسرائیل آغاز کردند. به نمایندگی تمام امت اسلامی، به نمایندگی تمام امت اسلامی، مجاهدین غزه الان در نبرد در مقابل یهود قرار دارند. و همه امت باید در کنار آنها ایستاد شوند. والله من این تعبیر را به این خاطر کردم که آنها به نمایندگی امت اسلامی دنیا در حال نبرد و مبارزه و مقاومت در مقابل اسرائیل قرار دارند. آنها کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر حقانیت مبارزه آنها گواهی داده است. محمد رسول الله، در حدیث داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق. همیشه یک طایفه هستند که آنها بر حقند، مبارزهشان بر حق است. در روایت احمد آمده است، عرض کردیم یا رسول الله اینها کجا هستند؟ فرمود اینها در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس هستند. والله مجاهدین غزه مبارزه ای را آغاز کردند که محمد رسول الله گواهی داده است بر حقانیت آنها. عزیزان من، دشمنی یهود چیزی است که الله بر آن گواهی داده است. نباید مسلمان در آن شک داشته باشد. اگر 1% شکی در وجودتان آمد، بر ایمانتان بترسین، بر باورتان بترسین. الله در سوره مائده می فرمایند: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا واليهود. الله می گوید دشمن ترین مردم در حق مسلمانان یهود و مشرکینند. به گواهی الله اینها دشمن ترین مردمند، یهود. مشکل بیت المقدس با مذاکره حل نمی شود. مشکل بیت المقدس با سازمان ملل حل نمی شود. مشکل بیت المقدس با میانجیگری کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حل نخواهد شد. مشکل بیت المقدس با حی علی الجهاد حل خواهد شد. و باید دعا بشود در حق مجاهدین فلسطین، از سرزمین فلسطین و از مقدسات فلسطین و از بیت المقدس. والله از من و شما سؤال خواهد شد. والله از من و شما سؤال خواهد شد در روز قیامت. بیت المقدس امانتی است. بیت المقدس امانتی هست که به مسلمانان سپرده شده است. و والله که از امت محمد رسول الله در مورد فلسطین و در مورد بیت المقدس سؤال خواهد شد. بسیاری از کشورهای اسلامی با سکوتشان الان فلسطین را فروختند، الان بر بالای فلسطین معامله دارند. بسیاری از کشورهای اسلامی تا زمانی که بیت المقدس در دست یهود باشد، عزیزان من، ما مسلمانان عزت نخواهیم داشت. کشورهای کفری الان در کنار اسرائیل قرار دارند. والله این صحنه را مدینه شب می دیدم، بسیار افسوس خوردم و انسان چشمایش از اشک بر می شود وقتی که وزیر خارجه آمریکا را دیدم که داخل اسرائیل شد دین شب و اعلان کرد، گفت اسرائیل خودش می تواند دفاع بکند از خود، اما ما در کنار اسرائیل ایستاده هستیم. یک کشور از کشورهای اسلامی نگفت که ما در کنار فلسطین ایستاده هستیم. کجا بود؟ سوریه کجا بود؟ مصر کجا بود؟ اردن کجا بود؟ همسایه های فلسطین کجایند؟ والله الان آب قطع شده است، برق قطع شده است، مواد غذایی وجود ندارد، دوا نیست. اما کشورهای اسلامی همسایه فلسطین یک موتر مواد غذایی را نمیتوانند داخل فلسطین بکنن از ترس اسرائیل. از ترس اسرائیل. ای وای بر شما، ای وای بر غیرت شما، ای سران کشورهای اسلامی. چطور ما بگوییم شما سران کشورهای اسلامی هستین؟ الان غزه تنها مانده است، الان مجاهدین غزه تنها ماندند، الان فلسطین تنها مانده است، الان غزه تنها مانده است.
الآن قبله اول مسلمانان تنها مانده است. الآن قبله اول مسلمانان تنها مانده است و بیش از 1 میلیارد مسلمانان فقط نگاه میکنن. الان همین لحظه ای که من همراه شما صحبت میکنم، صدها هزار سرباز اسرائیل در مرز غزه مستقر شدن. الان صدها هزار اسرائیلی الان در مرز غزه مستقر شدند. آب، برق، غذا، دوا تمام شده است. صحبت از یک جای کوچک نیست عزیزان من. صحبت از یک جای کوچکی مانند غزه با نفوس 2 میلیون یا 2.5 میلیون نیست. صحبت از عزت مسلمانان است. صحبت از عزت مسلمانان است عزیزان من. صحبت از قبله اول مسلمانان است و من و شما الان نیاز است هم که برادران هرات خود دعا بکنیم و آنها را در دعای خیر من یاد بکنیم و همچنان برای برادران فلسطینی خود دعا بکنیم و امرای آنها شریک شویم، دعاهای خود را همراه آنها شریک بگردانیم و الله سبحانه و تعالی به مجاهدین غزه و فلسطین الله از غیب امدادهایش را نازل بفرمایند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا میدانیم که زمین زیر پای ما تکان میخورد و آفتهایی که بعد از پی دیگر نازل میشوند پروردگارا شاید ای از گناهان ماست، میدانیم یا الله کردار ماست پروردگارا که زمین زیر پای ما تکان میخورد. پروردگارا مغفرت من کن و معاف من کن. ربا ما را به گناهان من نگیر، تو رحمانی. پروردگارا تا الان در هرات 55 مرتبه زلزله آمده است. اگر برای عبرت آورده است پروردگارا عبرت گرفتیم. ربا پروردگارا از سرزمین فلسطین، از بیت المقدس، از قبله از اول مسلمانان خبرهایی میرسد. خبرها حکایت از این دارند که کفر و الحاد جمع شدند، همه جمع شدند الان و در کنار اسرائیل قرار گرفتند. پروردگارا امریکا وزیر خارجه اش را روان کرده است به اسرائیل. آلمان جلسه اضطراری تشکیل داده است. ربا از او بالا فیصله کن. ربا تو از او بالا فیصله کن. پروردگارا تو میبینید این کفر و الحاد، یهود و نصارا در کنار هم قرار گرفتن. الان صدها هزار نفر دشمنان تو الان در مرزهای غزه صف کشیدند و آمدند که ریشه مسلمانان را کنده کنند. ربا تو به صحنه بیا، قدرتهایت را نشان بده پروردگار. ربا صدای زجه و ناله خواهران فلسطینی را دیر شب میشنیدم. والله بشر طاقت ندارد. پروردگارا تو این زجه را شنید. پروردگارا تو این زجه ها را شنیده اید، تو این ناله ها را شنیده اید، تو این فریاد ها را شنیده اید. پروردگارا به داد برادران فلسطینی ما برس، به داد خواهران فلسطینی ما برس، به داد کودکان فلسطینی ما برس. پروردگارا همت نصیب بفرما. سران کشورهای اسلامی را بیدار کن. مسلمانان را برگردان به عزتشان، مسلمانان را برگردان به عزتشان. پروردگارا اسرائیل چه باشد؟ پروردگارا
که الان قبضه انداخته است بر بالای قبله اول مسلمانان. پروردگار میدانیم این آزمایش امتحان برای ما هست، ما را آزمایش میکنید. پروردگار تو را شاهد و گواه میگوییم که قلب ما به درد آمده است و والله الان اگر مرزها باز شوند جوانان سلحشور و شجاع و با غیرت ما به سوی فلسطین سرازیر خواهند شد. والله این اراده را بکنین جوانان، الان این تصمیم را بگیرین. پروردگار تو را شاهد میگیریم به این تصمیم. ربا پروردگارا برادران ما را در فلسطین، مجاهدین و مبارزین را رب تنها نمان، آنها تو را دارند. اسرائیل امریکا را دارد، ربا فلسطینی ها تو را دارند و فقط ما میشنویم که حسبنا الله، الله ما را کافی است. پروردگار تو کفایتشان کن، قویشان بگردان، صبر نصیبشان بگردان، استقامت نصیبشان بگردان. و پروردگارا به ما هم توفیق اعمال نیک را عنایت بفرما. کسانی که تا الان در فلسطین شهید شدن و کسانی که تا الان در هرات شهید شدن، ربا همه را مغفرت بفرما و شهادتشان را قبول بفرما و در بهترین جای عنایت بفرما. آنها را در جنت الفردوس جایشان عنایت بفرما. پروردگار به ما هم توفیق نصیب بفرما که در کنار برادران زلزله زده ما و در کنار برادران فلسطینی خود قرار داشته باشیم و قرار بگیریم.